با رفیق ما 5:30 صبح تموم کرد، 4 صبح تو گروه زده بود کسی بیدار آنلاین بازی کنیم. بعد از اون ور شبش با هم خداحافظی کردیم رفتیم. اهل هیچی نبود، یه قرص هم نمی‌خورد، خورده سالات کاسبای خوب لباسون. امید به زندگیش 100. باورت نمیشه یه لحظه قلبش نومیزون زد. تمام. اگه کاری دوست داری برای خودت، خانواده‌ت انجام بدی، می‌خوای پول در بیاری، پلی استیشن بخری، خونه بگیری، ماشین بخری، در توانت هست انجام بده. اینه حالا باشه بعدن باشه. بعدن چای سرد میشه، بعدن نمیدونی چی میشه. من خودم خدای این اتفاقات بودم. باشه بعدن جمع کنم، سیو کنم، خوبه تا یه حدودیش، ولی یه جایی هم به خودت برس، یکم حواست به دلت، به مغزت باشه، لذت ببر از این زندگی. نقد امروز ارز کف بیرون کنیم، گر که فردایی نباشد چون کنیم. ما هی میگیم که آقا اینم به دست بیارم، اینم به دست بیارم، اینم به دست بیارم، بعد این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. و تو این فاصله داریم از دست میدیم خیلی چیزها رو. فرزند داریم از دست میدیم، خانواده رو داریم از دست میدیم، دوستان رو داریم از دست میدیم، زندگی رو داریم از دست میدیم. اونا رو به دست میاریم. بعد که اونا رو به دست میاریم مریض میشیم، بی خانواده شدیم، فرزند نداریم، دوست نداریم، هیچ کس نداریم. در مسیر باید حال کرد با همون سختی ها.